به نظر شما کلیدها و قفل‌های یک رابطه چی میتونه باشه؟ یه وقتایی ما تو رابطه از یک سری مسائل دلخور میشیم اما نمیدونیم چطور اونو بیان کنیم. وقتی میایم از این جمله ها استفاده میکنیم، تو منو درک نمیکنی، تو نمیدونی چطور با من رفتار کنی، تو اصلا نمیفهمی من چی میگم. این جمله ها میتونن قفل های یک رابطه باشن و نه تنها رابطه شما رو بهتر نمیکنن، بلکه آسیب جدی تو طولانی مدت به رابطه شما میزنن. اما اگر بیایم به جای جملات سرزنشگونه و قضاوتگونه با همسرمون با این جملات صحبت کنیم که بگیم من دلم میخواست منو بیشتر ببینی، من دلم میخواست بیشتر به من توجه کنی، من دوست داشتم احساسات من رو در نظر بگیری توی این مسئله خاص و جملات دیگه، ما اینجوری نه تنها تونستیم حرفمون رو بزنیم و از نظر احساسی تخلیه بشیم، بلکه همسر ما به حرف ما رو بهتر متوجه میشه و رابطه ما هر روز بیشتر به سمت بهبودی پیش میره.